بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالك يا أهل الذكر، لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد به نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. امیدوارم که طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه الله متعال مورد قبول واقع شده باشد. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان نیز هستیم و خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. در خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز من عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. الله و برکاته. بنده از اتاق فرمان خواهش میکنم که از همین الان شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و از بینندگان نیز درخواست مکرر دارم که لطف کنید که سوالاتون را به صورت مختصر داشته باشین تا وقت برنامه نیز زیاد گرفته نشه. جناب مولانا بیننده پرسیدن که با توبه چه گناهانی پاک نمی شود؟ آیا همه گناهان پاک می شود؟ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. توبه به معنی بازگشت و رجوع به سوی الله متعال هست. اصل توبه به معنی بازگشت است، بدین معنی که انسان با انجام دادن گناه و معصیت از الله متعال دور می شود و وقتی که توبه می کند یعنی به سوی الله متعال بازگشته و تمامی گناهان را بلا استثناء، گناهان کوچک و بزرگ را الله متعال با توبه می بخشد. هر گناهی باشد، بالاترین گناه که گناه کفر و شرک هست، باز هم الله متعال چنین گناهی را با توبه می بخشد. گذشته از این که الله متعال گناهان را می بخشد، باز که گناهانی که بزرگ باشند، گناهانی که در حد کفر و شرک باشند، حتی اگر یک انسانی تمام گناهان دنیا را انجام داده باشد، همه گناهان تمام بشریت سر یک نفر باشند، باز هم وقتی که توبه بکند الله متعال توبه چنین فردی رو حتما قبول خواهد کرد. آیه هست در قرآن کریم در سوره زمر که امیدوار کننده ترین آیه هست در قرآن کریم برای کسانی که دچار از اونها اشتباهی سر زده و گناهی رو مرتکب شدن. الله متعال باز هم آنها را به بنده من و عبادی در واقع خطاب می کند. الله متعال می فرماد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. ای بندگان من، خطاب می کند به رسول الله صلی الله علیه و سلم که بگو به بندگان من، قل یا عبادی، ای بندگان من، آن بندگانی که بر خود اسراف کردند، نه تنها گناه کردند، عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بر خودشون اسراف کردند، زیاده روی کردند با انجام گناه، این از بس گناه انجام دادند که مسرف هستند، اسرافکار در گناه و معصیت هستند. الله متعال می‌فرماید بازم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله متعال ناامید نشوید، زیرا که الله متعال یغفر الذنوب جمیعا، تمامی گناهان را در هر حدی که باشند الله متعال گناهان را با توبه میبخشد و همانا الله متعال غفور و رحیم هست. منتها برای توبه‌ای که صادقانه باشه چند تا شرط وجود داره. شرط اولش این است که از گناه باید دست بکشد، یعنی فردی که گناهکار هست اون نشانی توبه و عمل توبه این هست که در مرحله اول باید از گناه و معصیتی که انجام میداده دست بکشد. مرحله دومش پشیمان باشد از گذشته خودش، ناراحت هست که چرا چون این کاری رو انجام داده. این گونه نباشد که خوشحال است که الان گناهی رو انجام دادم و گذشته و تعریف میکند، مباهات میکند که من در گذشته چنین و چنان بودم. نه، هم از گناه دست بکشد مرحله اول، مرحله دوم از گذشتهش پشیمان بشود، مرحله سوم تصمیم بگیرد که در آینده دوباره چنین کاری رو و این گناه رو انجام
انجام نمیدهد. تصمیمش این باشد و اگر بعداً بالفرض توبه شکست دوباره توبه بکند اشکالی ندارد، باز هم الله متعال قبول میکند. و شرط چهارم این است که حقوق مردم را به اونها بازگرداند. اگر مال کسی را خورده مال برادر مسلمان را به اون باز بگرداند و اگر نمیتواند که بازگرداند از اون حلالی طلب بکند. این شروط توبه هست. با این شرط هر کسی توبه بکند هر گناهی که باشد الله متعال قطعاً میبخشد و توبه را میپذیرد. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که آیا در روز قیامت خداوند مورد رؤیت هست یا نه؟ در روز قیامت این عقیده اهل سنت و الجماعت هست که یکی از بزرگترین نعمت‌ها و افتخاراتی که مؤمنان دارند در روز قیامت ملاقات با الله متعال و رؤیت الله متعال هست و در این زمینه آیات متعددی و روایات صحیح و صریح از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. به طور مثال الله متعال می‌فرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. در روز قیامت برخی از چهره‌ها که چهره‌های مسلمانان هستند شادابند، سرحالند و پویا هستند. الی ربها ناظره، به سوی پروردگار خودشون نگاه می‌کنند، یعنی نظر می‌کنند به سوی پروردگار خودشون. و یا اینکه الله متعال در سوره یونس می‌فرماید که للذین احسنوا الحسنى و زیاده، آن کسانی که احسان کردند یعنی ایمان آوردند حسنا برای اونها هست. للذین احسنوا الحسنى، حسنا یعنی بهشت به آنها میرسد، و زیاده و اضافه بر بهشت به آنها میرسد که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه اینو تعبیر کردن به این که این زیادتی در واقع همان رؤیت الله متعال هست. در این زمینه هم روایتی هست از حضرت صهیب رضی الله تعالی عنه در صحیح مسلم هست که در روز قیامت الله متعال حجاب را برمی‌دارد، یعنی حجاب نورانی هست، الله متعال این را برمی‌دارد. در روایت اومده که فما اعطوا شیئا احب الیهم من النظر الی ربهم. در روز قیامت بهترین نعمت بهشت این است که مردم و مسلمانان به سوی به پروردگار خودشون نگاه میکنند. و در آخر این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و هی زیاده، این همان زیادتی هست که در سوره یونس الله متعال ذکر کرده للذین احسنوا الحسنى و زیاده. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما پروردگارتان را در روز قیامت میبینید، انکم ترون ربکم یوم القیامه کما ترون القمر فی لیلة البدر. یا در روایتی اومده کما ترون هذا، اشاره کردن در شب چهاردهم، اشاره کردن به ما در روز قیامت شما پروردگارتان را با این شفافیت و با این وضوح خواهید دید. و این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. و کسانی که کافر هستند آنها الله متعال را نمیبینند، یعنی محجوب هستند، الله متعال در پرده هست، از اونها نمیتوانند که الله متعال را ببینند. در سوره مطففین الله متعال میفرماید کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. وقتی که مجرمین محجوب هستند یعنی در پرده هستند نمیتوانند الله متعال را ببینند، یعنی این که مؤمنان در روز قیامت الله متعال را میبینند. و آیات و روایات زیادی در این زمینه نقل شده و حتی احادیث رؤیت الله متعال در روز قیامت حدود 30 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم این روایات را نقل کردند. این در حد تواتر رسیده و یک عقیده اهل سنت و الجماعت است که در روز قیامت مؤمنان الله متعال را میبینند، اما در دنیا رؤیت الله متعال ممکن نیست. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در شب معراج الله متعال را ندیدند و فرمودند نور انا اراه، نور هست چگونه من الله متعال را میبینم، و حجابه النور، و حجاب الله متعال نور هست. و بدین خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم بنابر اعتقاد جمهور اهل سنت و الجماعت در شب معراج هم رسول الله صلی الله علیه و سلم را مشاهده الله متعال را مشاهده نکردند و ندیدند. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیز وصله. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوال شریعتون لطفا. برادر میگفتن یک سوال داشتم. بفرمایید سوالتون. برادر من میخوام که دمی در روز آخر اعتکاف کنم، مگم در یک اتاق تنها. بچه های من میگن دیگه خیلی از مادر مام در این اتاق بیاییم بریم کدام مشکل نیست، مگم من برشان میگم نه من تنها باید از باشم. امیر شما چی میگید؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر نه، خدا حافظ بود. خدا نگهدار شما. سلام علیکم، معنای پرسش و پاسخ بفرمایید.
سلام استاد. علیکم السلام. بنده سوالی داشتم در این مورد که اگر کسی روزه بگیرد سی بخورد اما وقتی برود برای کار کشاورزی یا کار دیگری در حین کار فشار بسیاری به او بیاید و برای اینکه درستی از ضعف و خلاصه قصد نکند روزه را بشکند گناه دارد یا اگر گناه دارد باید کفاره به جا بیاوریم یا کار دیگری انجام بدهیم؟ و گناه دیگه و سوالی که هم داشتم این بود که اگر عمدن روزه نگیریم عمدن بدون دلیلی کفاره چیست؟ گناه چیست؟ و سوال دیگری هم که خدمت استاد داشتیم خدمت مولانا صدیقات بود که قسم کفاره دارد. ما به دلیل اگر کسی بسیار قسم خورده و آن شکسته باشد آیا باید کفاره همه آن قسم ها را بدهد؟ البته چون نمیدانست کفاره دارد. آیا باید همه آن کفاره ها را بدهد یا میتواند توبه کند و خدا اون را بخواهد؟ ممنون هستم بخاطر تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ببخشید سوال داشتم استاد بزرگوار. بفرمایید. سوال اول این است که آیا کسی روزه بگیره بهتره؟ بعضی جوانا هستن که مثلا میگه کار میکنم روزه نمیگیره، برای کار کردن برای این برنامه رفتن چیز داره، اما به خاطر روزه میگه ما مریضم نمیتونم حالا ندارم. آیا این روزه بگیره بهتره یا کار کنه بهتره؟ درست. سوال بعدی؟ تشکر از شما. خدا. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بنده گرامی صحبت کنید، صدای شما وصله. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم و رحمت الله تعالی. علیکم السلام و رحمت الله. ما سوال شهریتون لطفاً. سلام تبریک میگم از سلامت باش. از مولانا توسط. بخشید صدای شما خیلی قطع و وصل میشه، اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید. ظاهرا تماسشون قطع شد. تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالی دارم خدمت استاد بزرگوار. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. من فرد معلول راه نخایی هستم. خب بفرمایید. در منزل موقعی قرآن میکنم بعضی شاید کلمات اشتباه با آیا گناهی برم در موقع خواندن قرآن؟ در منزل قرآن میکنم موقعی قرآن میکنم شاید کلمه اشتباهی بکنم آیا گناهی بر من مرتکب میشود؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه ندارم. السلام علیکم و رحمت الله. خدا نگهدار شما. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم بفرمایید. بعد سلام و خسته نباشید خدمت منصف محترم علیکم السلام و رحمت الله. جناب آقای عبدالقدوس دهقان. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. لطفاً به صحبتتون ادامه بدید بیننده گرامی. بله سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عباسی و خدمت جناب محترم دهقان صاحب. نام جبرائیل است از افغانستان به تماس شدیم. من میخواستم یک سوال مطرح بکنم اون یک که از یک پدر برای پسرش یک منزل میراث میمونه، یک خانه، و پدر فوت میکنه و یک پسر دیگه هم بعد از فوت پدر فوت میکنه. آیا برای یعنی ورثه چی کسی خود پسر؟ پسرای یا اولادای نمی پسر که فوت کرده میراث میرسه؟ اگر میرسه چقدر میرسه؟ مساوی با می سهمی که به اون برادرای نگهت میرسه؟ برادر گرامی منظورتون یعنی پدر فوت کرده پسر بعد از پدر فوت میکنه یا قبل از پدر؟ جان بله بعد از پدر پسر فوت میکنه.
و 2 پسر دیگر میمونه همراهی همین اولادای پسر فوت کردگی. درست. سوال دیگه هم دارین؟ یعنی من اینجوری فهمیدم که یکی از پسرها بعد از پدر فوت کرده، حالا آیا میراث به این پسر هم میرسه یا نه، یا به فرزندانش میرسه علاوه بر پسرهایی که زنده هستن؟ پسر برای این اولادای که همزه پسر باقی مانده میرسه یا خیر؟ درست. لطف کردین جان، تشکر. از دعای امیدوارم فراموش نشه. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. خداحافظ، شما بخیر باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید بیننده گرامی. من بینندگان خواهش میکنم وقتی که تماسشون وصل شد صحبتشون ادامه بدن، منتظر نباشن صدا از تلویزیون پخش بشه. سلام علیکم بیننده گرامی، صدای شما وصله، صحبت کنید. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما از مالمان گپ میزنم، کسی امروز شما گپ بزنم یا بسان؟ صحبت بکنید، صدای شما وصله و سوال شرعیتون بفرمایید. بله، سوال ما ایست که امی پروگرام پیشتر یک پروگرام آخرت بود، ما با تمام مملکت ها یعنی وقتش تعیین کرده بود، مگر ما نمی‌فهمیم که به حساب اروپا چی وقت میآید. یکی نمی گفت میخواستم از شما پرسان کنم. البته در یوتیوب این برنامه گذاشته میشه، اگر دنبال بکنید صفحه وصال در یوتیوب رو میتونین این رو دانلود کنید یا تماشا بکنید، یعنی برای همیشه. نفهمیدم گپ شما دوباره لطفا. منظور اینه که این برنامه هایی که مثلا جهان آخرت در یوتیوب هم گذاشته میشه و میتونید از این طریق تماشا بکنید همه برنامه ها رو، چون که وقت اروپا مشخص نشده. تماشا میکنم مگر وقتش نمیفهمم. درست. از پیشنهاد میدم به اتاق فرمان. سوال شرعی هم دارین؟ تشکر. سلامت باشین. تشکر از شما. سلامت باشین. سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته باشین. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. می‌خواستیم یه سوالی بکنیم. بفرمایید، سوال شرعیتون؟ می‌خواستم باردارم سیم‌ها رو کردم رو. بخشین صداتون قطع وصل میشه، که بلندتر صحبت کنید. میگم من یک سیم‌ها باردارم، مثلا میخوام روزه، بقیه میگه نمیتونی، برای بچه از ضرر داره، چی کار کنم؟ من باید بگیرم یا؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگه هم نه. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. الو، بفرمایید که صدای شما وصله، صحبت کنید. سلام، خسته نباشید. خوب هستید؟ سلامت باشین. خسته نباشید آقای مولانا. با خدمت آقای عباسی سلام عرض می‌کنم. علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم حال شما خوب باشه. سلامت باشین. سلامت باشین. نماز روزتون قبول درگاه حق باشه. سلامت باشین. ببخشید یه درخواستی داشتم از مولانا صاحب و از شما و از تمام بینندگان محترمتون. در این شب‌های ماه رمضان برایم دعا کنم. بله؟ ممنون. انشالله. سلامت باشین. سوال شرعی ندارین؟ نه ممنون. تشکر از شما. از مولانا و از آقای انصاری هم تشکر کنید. سلامت باشین. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه می‌بینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید. الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى.
الحكمة ضالة المؤمن. بسؤالي جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقهه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر. بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده‌ای در مورد اعتکاف سوال کردن، گفتن که اگر کسی میخواد اعتکاف بکند باید در طول این مدت، بخصوص در دهه آخر ماه رمضان، باید در طول این مدت تنها باشد یا کسی هم با او رفت آمد بکند اشکالی نداره؟ در مورد اعتکاف، تعریف اعتکاف این است که انسان یک مقطع زمانی رو برای انجام عبادت در مسجد بماند، یعنی ماندن، اعتکاف کردن و نشستن در مسجد به منظور عبادت الله متعال. یعنی این قید مسجد در تعریف اعتکاف وجود دارد و الله متعال می‌فرماید ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد. زمانی که شما معتکف هستید در مساجد، پس بنابراین در این زمان اجازه ندارید که با همسرانتون همبستری بکنید و یکی از شکننده های اعتکاف همون همبستری با همسر شمرده شده. و جمهور علما نظرشون بر این است که اعتکاف فقط در مسجد جایز هست، یعنی فقط انسان تفاوتی نداره، چه مرد باشد چه زن باشد میتواند که در مسجد اعتکاف بنشیند و باید در مسجد اعتکاف بنشیند. و حتی در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم که ایشون همیشه اعتکاف می نشستند، در یک سالی متوجه شدند که خیمه هایی رو در مسجد زدند و سوال کردند این خیمه ها از چه کسانی هست؟ گفتند که این خیمه ها از امهات المؤمنین هست. اونم تصمیم گرفتند همهشون بیان اعتکاف بنشینند در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم. در اون سال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف ننشست و دستور داد که زنها هم اعتکاف ننشینند. اگر اعتکاف در منزل جایز می بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمود که من در مسجد اعتکاف می نشینم، شما بروید در مسجد در منزلتون اعتکاف بنشینید و رسول الله صلی الله علیه وسلم در مسجد باشند. نه، اما خودشون هم ننشستند و همسرانشون هم منع کردند. و جمهور علمای اهل سنت و مذاهب اهل سنت و الجماعت بر این است که اعتکاف فقط در مسجد جایز است و اعتکاف در خانه جایز نیست. و اعتکاف در خانه حکم اعتکاف شرعی رو ندارد. بالفرض اگر یک خانومی بگید من در یک اتاقی می نشینم فقط الله متعال رو عبادت بکنم، باز هم احکامی که برای معتکف هستند برای اون در واقع ثابت نمیشن و حکم اعتکاف رو ندارن. اما این که مردم رفت و آمد نکنن، دیدار نباشن، حتی برای معتکفی که در مسجد هست دیدار کردن جایز هست که مردم پیشون بروند، نیازی داشته باشه خودش برود بیرون برای انجام کاری یا مردم برای دیدار و ملاقاتش بروند، زندانی نیست، خودش به اختیار خودش نشسته و عادی هست، هر کسی پیشش میرود، هر کسی که خودش اگر بیرون میرود برای کاری که دارد. اما در خانه حکم اعتکاف وجود ندارد. اعتکاف فقط مخصوص مسجد هست و اگر کسی بخواد در خانه بنشیند برای عبادت و تلاوت قرآن اجازه دارد بنشیند، اما اعتکاف شرعی شمرده نمی شود. هر وقتی که میتواند بنشیند قرآن بخواند و بقیه اوقاتش با خانواده خودش باشد، این حکم شرعی هست در مورد زنان. اما لازم نیست که خودشون رو در یک اتاق زندانی بکنند، کسی پیش اونها نیاد و اینها هم از اتاق بیرون نروند و اون حکمی که برای معتکف هست که همبستری با در این زمان جایز نیست، برای کسی که در منزل هست چون این حکمی هم وجود نداره. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که یک شخصی هست که قصد روزه گرفتن رو دارد، سحری هم میخورد اما بر سر کار میرود. گفتن که در مزرعه هستن اما در این کار به او فشار میآید و مجبور میشه که روزه‌اش را بشکند.
آیا کفاره هم دارد یا نه، باید چه کار بکند؟ و بیننده دیگر هم در همین زمینه گفتن کسی که به خاطر کار نتونه روزه بگیره کدوم براش بهتره، کار رو رها بکنه یا روزه رو؟ انسان مسلمان همیشه باید اولویت رو با دین خودش بگذاره. چرا ما همیشه میخواهیم که اولویت رو به دنیای خودمان بگذاریم؟ چرا کسی سوال نمی کند که ماه مبارک رمضان هست، من آیا کار بکنم یا کار نکنم؟ میخوام کار نکنم به خاطر روزم، اما سوال همه برعکس است. چون که کار میکنم پس بنابراین روزه نمیگیرم. باید سوال میکردم چون که روزه میگیرم پس بنابراین کار نمیکنم. به هیچ عنوان امور مادی اولویت نیست برای انسان، گرچه الله متعال به رحمت خودش بنابر نیازی که انسان داره سهولتی قرار داده در این زمینه و اجازه داره که در هنگام روزه انسان کار بکنه، هیچ گونه ممانعتی ندارد، اما باید اولویت برای روزه باشد. به خاطر کار دنیا و طلب رزق و روزی روزهش را که جز ارکان اسلام هست این روزه را نشکند. و اگر کسی در هنگام کار بالفرض مجبور بود حتما کار بکند، کارش رو نمیتونست که تخفیف کم بکند، نمیتونست که وقت کاریش رو عوض بکند، صاحب کاری بالای سرش بود و حتما باید کار بکند، اگر کار نکند خودش و فرزندانش گرسنه میمانند، خب در این صورت برود کار بکند و تا جایی که برایش ممکن هست و میسر هست باید روزه خودش رو ادامه بدهد. تشنه شد آبی سر روی خودش بزند، برود غسل بکند، بر روی لباسش آب بریزد، بر روی سرش آب بریزد و هر راهی رو که ممکن هست و میتواند که خودش رو نگه دارد باید صبر بکند تا هنگام غروب آفتاب. و بالفرض اگر کسی نتوانست در حدی رسید که به صورت کلی حالت ضعف بوند از داد و ضعف کرد، در اون صورت از انسان مکلف نیست، میتواند که روزه را بشکند و به جایش یک روز دیگر روزه بگیرد. هر کسی که به خاطر یک کاری، یعنی به خاطر که سختی که بر اون آمده بود، اگر روزه را شکست، حکم شرعیش این است که یک روز دیگر باید به جایش روزه بگیرد، کفاری ندارد. در مقابل یک روز فقط همان یک روز هست و ترک روزه بدون عذر یکی از گناهان کبیره هست، یکی از گناهان کبیره هست. و در روایت اومده که اگر کسی یک روز از روزه رمضان را بدون عذر بخورد، اگر تمام عمرش را روزه بگیرد کفاره این یک روز نمی شود، یعنی نمی تواند این یک روز را با اون فضیلت و با اون ثوابی که دارد این رو جبران بکنه، کسی که عمدنی را خورده باشد. اما کسی که معذور هست حکم شرعی این است که به جای یک روز دیگر روزه بگیرد. در هر دو حالت کفاره نداره، چه عمدن و چه باز؟ نه کفاره ندارد، فقط قضا دارد. درست. اگر کسی زیاد قسم خورده باشد و الان توبه کرده است، باید چه کار کند؟ آیا باید هر قسمش کفاره بدهد یا یک توبه بکند و کفاره بدهد؟ در تعریف قسم حتما قید یعنی عمدی بودن و جدی بودن را و عزم را باید در مد نظر داشته باشید. اگر کسی قسم خورد بر یک چیزی، یعنی سوگند خورد، نام الله متعال را گرفت که من فلان کار را انجام میدهم یا انجام نمیدهم و بر این کار خودش عزم داشت، یعنی با نیت و با عزم و جزم خودش و با تصمیم قطعی قسم خورد که من فلان کار را انجام میدهم یا فلان کار را انجام نمیدهم و نام الله متعال را گرفت، نام الله متعال را گرفت، مثلا گفت که والله من چنین کاری رو انجام میدهم یا انجام نمیدهم، این از نظر شرعی قسم شمرده می شود و وقتی که قسم خورد باید بر قسم خودش وفا بکند. اگر کسی قسم خودش را شکست باید کفاره بدهد، اگر کسی قسمش را شکست باید کفاره بدهد و کفارش هم این است که 10 روز روزه بگیرد یا 10 مسکین رو 10 مسکین رو غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد و اگر نتوانست در مرحله سوم 3 روز روزه بگیرد. در مرحله اول به ترتیب یا غذا بدهد یا به 10 مسکین لباس بدهد یا بردی آزاد بکند که وجود نداره. اگر این 3 مورد رو نمیتوانست در مرحله بعدی حکم بعدی شروع می شود و 3 روز به جایش باید روزه بگیرد. و یکی از موارد هست که جز قسم ها شمرده نمی شود، یعنی جز تکیه کلام هست. بعضی عادت کردند که همیشه جمله مثلا والله سر زبانشون هست، والله اومدم، والله رفتم، والله فلان کار رو کردم، والله فلان کار رو نمی کنم. این قسم شرعی نیست. قسم شرعی اون است که با عزم خودش، با جزم خودش تصمیم قطعی نام الله را ببرد که من فلان کار را انجام میدم یا انجام نمیدم. اما این که نام الله متعال را یعنی سر زبانش هست همیشه، والله مثلا سر زبان نمیشه به صورت تکیه کلامش هست، این از نظر شرعی قسم شمرده نمی شود و کفاری هم ندارد.
نه قسم شمرده می شود و نه کفاری دارد. اما اگر کسی فرض کنیم که قبلا قسمهای جدی خورده، نه اینکه تکیه کلامش بوده، قسم جدی خورده بوده که فلان کار رو من انجام میدم یا انجام نمیدم، عزم و جزم داشته بر این مطلب، اگر بر یک مطلبی قسم خورده، مثلا 10 مرتبه قسم خورده من فلان کار رو انجام نمیدم، الان رفت اون کار رو انجام داد، آیا 10 کفاره بدهد یا یک کفاره؟ کفارش یکی هست. اگر بر یک چیز مشخصی 10 مرتبه 20 مرتبه قسم خورده بود من فلان کار رو انجام نمیدهم و انجامش داد، فقط همان یک کفاره کفایت میکند. اما در صورتی که در موارد متعدد قسم جدی خورده بود، یعنی قسم منعقد خورده بود در موارد متعددی و هر موردی هم کاملا جداگانه هست، به تعداد قسم ها باید کفاره بدهد و سعی بکند حساب بکند، جایی که تخمین بزند تا جایی که براش ممکن هست باید برای هر قسم جداگانه کفاره بدهد، در صورتی که قسم ها برای کارهای متعددی بوده. اما اگر برای یک کار مشخص بوده همان یک کفاره کفایت میکنه. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که در موقع خواندن قرآن زیاد کلمات اشتباه رو میخواند، آیا گناهی بر او هست یا نه؟ الله متعال اون چیزی رو که به صورت سهوی هست، الله متعال به هیچ عنوان الله انسان را مؤاخذه نمی کند و شما به قصد عبادت قرآن رو تلاوت می کنید و کسی که به قصد تلاوت و برای انجام عبادتی قرآن رو تلاوت می کند، اگر حرفی رو اشتباه خواند، ولو اینکه معنی اشتباه بشود، ولو اینکه معنیش یک معنی کفری بشود، اما چون که شما قصدی رو نداشتید به هیچ عنوان شما گناهکار نیستید. و به خاطر این که انسان نمیتواند الفاظ قرآن رو صحیح تلفظ بکند یا با تجوید تلفظ بکند، به هیچ عنوان نباید انسان تلاوت قرآن رو ترک بکند. این یک تلبیس ابلیس و یک حربه شیطانی هست تا اینکه ما رو از قرآن دور بکند. هر کسی تا هر مقداری که میتواند باید قرآن رو تلاوت بکند و حتی کسانی که به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم تعتع دارند، یعنی زبانشون گیر دارد و نمیتوانند قرآن رو درست تلفظ بکنند و صاف بخوانند، اینها 2 برابر و چند برابر ثواب دارند از اونهایی که در واقع به راحت میتونند که قرآن را بخونند. پس بنابراین به خاطر این که احتمال دارد که کلمه ای را اشتباه تلفظ بکنید، بدون تجوید قرآن را بخوانید، به خاطر این نباید تلاوت قرآن را ترک بکنند و هیچ گناهی برای شما ندارد اگر که اشتباهی از شما سر بزند و سبق لسانی صورت بگیرد و اشتباه بخوانید، گناهی برای شما حساب نمی شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که از پدری به پسرانش منزلی میراث مانده است و یکی از پسرها که البته قبل از تقسیم منزل فوت کرده است و از آن پسر 2 فرزند مانده است، آیا این 2 فرزند نیز میراث میبرند یا نه؟ در صورتی که میت فرزندان متعددی داره، یعنی پسر داره، یعنی فرض کنیم 3-4 تا پسر داره، یکی از پسرهاش فوت کرده، میت 3-4 تا پسر داره، یکی از پسرهاش در حیاتش وفات کرده و این پسر بچه‌ای داشته، یعنی این فردی که الان از دنیا رفته میرود، فرض کنیم یه فرزندی داشته و از اون فرزند نوه‌هایی رو این شخص دارد. اگر در این صورت فوت بکند به اون بچه‌ها، به نوه‌ها میراث نمیرسد، به نوهان میراث نمیرسد در صورتی که پدر بزرگ فرزندانی داشته باشد، یعنی این بچه ها اگر عمو داشته باشند در این صورت میراث نمیبرند و میراث حق عموها هست. اگر یکی از فرزندان در صورتی که میت چندین پسر داشته باشد و یکی از فرزندان قبل از پدرشون فوت کرده باشد، زمان فوت پدر به نوه‌ها میراث نمیرسد به خاطر وجود فرزندان، چون که این میت فرزند دارد و به نوه‌هایش در این صورت نمیرسد. اما فرض بکنیم که یک شخصی فوت کرده و یک پسر داشته و الان اون پسرش هم فوت کرده و الان پسر دیگری ندارد، فقط بچه های دارد که از نوهش هستند، نوه های پسری دارد و بقیه میراث برانش دختر هستند، بقیهش دختر هستند. در این صورت به دختران سهمیشون میرسد و مابقی مال به این فرزندان میرسد، مابقیش به نوه‌هاش میرسد، به خاطر اینکه اینا عصبهش هستند، در واقع به تعبیر عمومی پشتشون حساب میشوند. اگر کسی بمیرد و اصلا فرزند نه دختر و نه پسر داشته باشد، در این صورت نوه‌ها میراث میبرند، للذکر مثل حظ الانثیین. درست. سوال بیننده در این بود که پسر بعد از پدر فوت کرده و حتما اموال تقسیم نشده و پسر که فوت کرده بعد از پدر فوت کرده، بله. اگر بعد از پدر فوت کرده باشه بله قطعا میراث میبره،
اگر کسی یکی از فرزندان پدر فوت کرده باشه، الان میراث رو تقسیم نکردن، 1 سال گذشت، در مدت این سال یکی از پسران وفات کرد، در این زمینه سهمیه این پسر به فرزندانش میرسه. درست. من این سوال اینطور متوجه شدم که قبل از فوت، نه اگر که بعد از این که پدرشون فوت کرده بوده، یعنی قبل از تقسیم میراث یکی از میراثبران فوت کرده باشه، در این صورت سهم میراثش حفظ هست و به فرزندانش میرسد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن، یه خواهر پرسیدن که باردار هستن و خودشون میتونن که گفتن، یعنی میفهمن که روزه میتونن بگیرن، اما میگویند که چون برای بچه ضرر دارد روزه نگیر، آیا روزه بگیرن یا نه؟ و همچنین بیننده هم از طریق SMS پرسیدن که اگر یک زن طفل خرد داشته باشد باید روزه بگیرد یا نه؟ معیار خود فرد هست یا تشخیص پزشک هست. حرف مردم در این زمینه اعتبار ندارد. خواهر گفت، برادر گفت، پدر و مادر گفتند که تو ضعیف هستی نمیتوانی روزه بگیری، اینا اعتبار ندارد. اگر یک شخصی واقعا خودش میداند که نمیتواند روزه بگیرد یا پزشکش گفته که تو نمیتوانی روزه بگیری، میتواند که روزه نگیرد. اما صرفا به حرف مردم خودش میداند که میتواند روزه بگیرد، به حرف مردم نباید گوش بکند و باید روزه بگیرد. اما کسی که نمیتواند روزه بگیرد، بالفرض بارداریش در حدی هست که ضرر میرسد به خودش، در این صورت از نظر شرعی مجاز از روزه نگیرد و بعد از ماه مبارک رمضان یک روز دیگر بعد از اینکه وضع حمل کرد یک روز دیگر به جاش روزه بگیرد. و همچنین خانومی که بچه شیرخوار دارد، اگر روزه بگیرد شیر ندارد و بچه نمیتواند که از راه دیگر تغذیه بکند، در این صورت میتواند که روزه نگیرد و بعد از رمضان یک روز دیگر به جایش روزه بگیرد. به تعداد روزهایی که روزه نگرفته دوباره روزه بگیرد. در صورت کفاره دارد یا نه؟ کفاره ندارد در هر دو صورت. درست. جزاکم الله خیر. وقت برنامه تمام شد، خسته نباشید. تشکر میکنم از شما. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. ما را نیز از دعای خیر خودتان محروم نکنید و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر.